ببین بذار رک باشیم. وقتی میخوای استارت رسیدن به اهدافت رو بزنی، فرقی نمیکنه رسیدن به فیزیک بدنی دلخواهت باشه یا یادگیری مهارتی که به دردت بخوره یا هدفت هست باشه. وقتی میخوای اون کار رو شروع کنی، انگیزه توی اولی کار تو بالاترین حد خودشه. یعنی میگی به خودت همون موقع من به موفقیت برسم، سریع برسم به اون چیزی که هدفم هست. ولی کم کم وقتی اهدافت رو پیش میبری و به وسط راه میرسی، یهو انگیزت فروپاشی میکنه میاد بالا پایین و عملا هیچ انگیزه دیگه نداری وسط راه. بعضی اوقات یا بعضی اوقات میبینی انگیزه یه جاهایی میاد سراغت که اصلا به هیچ دردت نمیخوره. میبینی یهو مثلا ساعت 2-3 نصف شب نشستی روی تختت، انگیزه میاد سراغ برو کارت انجام بده، ولی ساعت 3 صبح نه حالش رو داری هم خسته و عملا رک اون انگیزه به هیچ دردت نمیخوره. حالا الان به خودت میگی چیکار کنم؟ جالبه بدونید اکثر افرادی که به اون هدفشون رسیدن، به موفقیت دلخواهشون رسیدن، یک ویژگی مشترک داشتن، این که اون انگیزه اولی کارشون رو به دیسیپلینی کردن که همیشه همراهشون، یعنی به صورت روتین بار اون کارشون رو انجام میدن. و عملا اگه تو یک کاری رو به صورت دیسیپلین و روتین بار انجامش بدی، درصد رسیدن به اون هدفت بالاتره. و رک یه کار خوبی که میتونی برای خودت انجام بدی اینه که هدف تو واضح و مشخص و با دلیل منطقی برای خودت بذاری. یعنی از چه راهی میخوای به اون موفقیت برسی و دقیقاً به چه موفقیتی میخوای برسی. منظور از این که گفتم هدف تو واضح و مشخص بذار، منظورم اینه که نیا بگو سر ماه یا آخر این سال من حتما باید به اون هدفم برسم، بلکه بیا روزانه و هفتگی برنامه ریزی کن. یعنی کارهاتو توی یادداشت یا هر جایی که میتونی بنویسی یادداشت کن که بگو من روزانه یا هفتگی این کار رو به صورت روتین و دیسیپلین انجام بدم. خب معلومه اینطوری بخوای انجام بدی درصد رسیدن به اون هدفت بالاتره تا اینکه بیای بگی من آخر این ماه 100% باید برسم، ولی میبینی وسطای ماه مریض میشی یا اتفاقی میفته که مجبوری یه مدت استراحت کنی یا وایسی سر جای خودت و بعد از یه مدتی شروع کنی. میبینی آخر اون ماه شد اصلا به هدفت نرسیدی، یا آخر اون سال شد به هدفات نرسیدی. خب اون موقع ناراحت میشی و همون جایی که هستی توقف میکنی و دیگه اون راه تو ادامه نمیدی. و رک مهمترین کاری که میتونی تو این ویدیو برای خودت انجام بدی، نه برای من، برای خودت میخوای انجام بدی، اینه که محیط تو بر اساس اون طرز فکرت و اون شخصیتی که داری درست کن. یعنی محیطی که داخلش هستی به تو میگه که چه راهی در پیش داری، کجا قراره بری و چه کارهایی قراره انجام بدی. توی اون راهی که دارید پیش میرید برای رسیدن به اهدافتون و موفقیت، اگه محیطتون هم بر اساس ویژگی‌های شخصیت خودتون و اون وایبی که خودتون میدید باشه، احتمال و درصد رسیدن به اون موفقیتتون بیشتره. چون شخصیتتون با محیط هماهنگی داره و هیچ وقت احساس ناراحتی نمی‌کنید توی محیطی. یعنی کسانی پیشتون نیستن که بقدر دارن تمسخرتون کنن یا مسخرتون کنن یا انرژی منفی بدن بهتون. برعکس اگه محیطتون یه جوری باشه که آدم‌های مثل خودتون داخلش باشن یا انسان‌های مثل خودتون داخلش باشن، خیلی راحت‌تر میتونید راهتون رو پیش بگیرید. و محیطی که داخلش میرید یا داخل اون هستید خیلی خیلی تاثیر داره توی رسیدن به اهدافتون و اون شخصیتی که داخل شما شکل میگیره. من خودم رو بخوام مثال بزنم، به شدت از جاهایی که مردم مورد تمسخر قرار میدن و یه انرژی منفی یا اون اعتماد به نفسشون رو میارن پایین، از شدت از اون جاها بیزارم و فراری هم تقریبا. و کسانی رو میبینم که به اشتباه وارد این جمع‌ها میشن و نمیتونن خودشون رو از اون جمع‌ها بکشن بیرون. وقتی داخل اون جمع‌ها میخوان یه کاری رو برای موفقیت خودشون انجام بدن، مورد تمسخر قرار میگیرن و یا انقدر اعتماد به نفسشو میارن پایین که اصلا اون طرف نمیتونه اون کار رو دیگه انجام بده. میگه انجام بدم که چی؟ مورد تمسخر دیگران قرار بدم خودمو. و بالعکس من عاشق جماعیم که هیچ وقت آدم‌ها رو دست کم نمیگیرن، بلکه اون انرژی مثبت رو بهشون منتقل میکنن. قشنگ ربط این ماجرا به دیسیپلین همینه که اگر محیطت بد باشه تو اصلا دیسیپلینی نداری، چون انقدر مورد تمسخر دیگران قرار میگیری که دیگه نمیتونی به صورت روتین بار اون کار رو انجام بدی.
حالا از بحث محیط که بیایم بیرون، وقتی اهدافتون رو به صورت روتینوار و دیسیپلین انجام میدید، خودتون رو با دیروزتون، با یه ماه قبلتون یا با 1 سال قبلتون بیاین مقایسه کنین، نه یاین با بقیه مقایسه کنین. اصلا شاید اون طرف مقابلتون که دارید خودتون رو با اون مقایسه میکنید یک راه دیگه داشته. در نظر بگیر یک نفر از 50% میرسه به 100%، ولی یک نفر از 0% میرسه 50%. وقتی میای تمرکزت رو روی یک فرد دیگه میذاری، اصلا تمرکز دیگه اصلا روی خودت نیست، اصلا نمیتونی کارها تو انجام بدی. یادت میره میخواستی اصلا چرا اینجایی، چرا این کارو میخوای انجام بدی. حالا این وسط افرادی هستن که وقتی میخوان انگیزه‌شون رو تبدیل به دیسیپلین کنن، یک سری مشکلات جلوشون هستش. میگن ما هر کاری میکنیم نمیتونیم، اصلا نمیشه، امکانش وجود نداره که ما این انگیزه رو تبدیل به دیسیپلین کنیم، یا هیچ وقت ما اصلا دیسیپلین نداشتیم، نمیتونستیم اینو اجرا کنیم. دقیقاً باید از کارهای کوچیک شروع کنید بیاید به کارهای بزرگ برسید. یعنی از مرتب کردن اتاق خودتون شروع کنید، از لباس شستن خودتون شروع کنید. این کارهای کوچیک که به صورت روتین انجامش بدید هر چند وقت یه بار، باعث میشه کارهای بزرگ هم به صورت روتین انجام بدید. وقتی کارها رو به صورت روتین، حتی کارهای کوچیک انجام میدید، مغزتون عادت میکنه به انجام دادن اون کار. مغزتون به خودتون میگه خب من اون کار کوچیکه رو به صورت دیسیپلین و روتین انجام دادم، حتما میتونم این کار بزرگه رو هم انجام بدم. و یا هر دفعه که تونستین یک دیسیپلین خیلی کوچیک برای خودتون به وجود بیارید، حتی کارهای کوچیک بهتون گفتم، برای خودتون جایزه بذارید. شاید الان مسخره به نظرتون بیاد، مثلا بگین مثلا پرهام چی میگه، مثلا این چه حرفی داره میزنه، ولی واقعا مثلا واقعیت داره این ماجرا. بیاین به خودتون بگید اگه من بیام این کارو به صورت دیسیپلین و روتین مثلا 1 هفته بیام انجام بدم، حتی کارهای کوچیک، خب به خودم جایزه بدم. الان مثلا میگین مثلا پرهام داره چی میگه، چه حرف چرت و پرت و مزخرفی دارید میگید، و این ماجرا واقعا واقعیت داره. وقتی مغز شما یه جوری طراحی شده، بذار رک بگم بهت، مغز شما جوری طراحی شده که وقتی یک کار رو به صورت روتین و دیسیپلین انجام میدی و در آخرش برای خودت جایزه میذاری، مغز شما همش میخواد به اون جایزه برسه. در نتیجه اون کار رو سعی میکنه به صورت صحیح و کامل و روتین انجامش بده. میتونی برای خودت اینو بذاری که من درسم به مدت 1 ماه درست حسابی میخونم یا دقیق میخونم، بعد از 1 ماه میتونم برام تفریح دلخواهم انجام بدم. یا هر چیز دیگه ای متمایز با اون شخصیت خودت یا اون ویژگیایی که داری یا اون مثلا مکانی که داخلش هستی، بر اساس هر ویژگی بیای برای خودت جایزه بذاری. و یک جمله کلیدی بخوام بهت بگم اینه که هویت خودتو بساز. یعنی از کجا اومدی، الان تو چه راهی هستی، چه موانعی جلو راهت هست و به کجا قراره بری. چه چیزایی توی این راه باید به دست بیاری، چه چیزایی باید از دست بدی، چه چیزایی رو باید 100% به دست بیاری. به خودت بگو اگه من این کار رو به صورت دیسیپلین و به صورت روتین انجام بدم، واقعا به چی قراره برسم. اگه اون چیز ذوق زدت میکنه، تو 100% میتونی یه کار رو به صورت دیسیپلین روتین انجام بدی. وقتی هویت خودت رو به صورت دقیق میسازی و به خودت میگی من تو این راه چه چیزایی باید به دست بیارم، چه چیزایی باید از دست بدم، خب خیلی راحت میتونی برای خودت وسط‌های راه هم انگیزه و دیسیپلین داشته باشی که این راهو 100% تا آخرش ادامه بدی. همیشه توی فکرت این باشه که هر آدم موفقی توی دنیا فرقی نمیکنه، هر کسی میخواد باشه ایلان ماسک، رونالدو یا هر کسی دیگری، هادی چوپان که ایرانی هستش بدنساز هستش، اون فکر موفقیت توی ذهنشون بوده. رونالدو فوتبالیست شدن توی مغزش بوده، هادی چوپان بدنساز شدن حرفه‌ای توی مغزش بوده. یعنی هر چیزی که تو داخل ذهن تو بیاد، احتمال اتفاق افتادنش 100%.